تاج سر جمله هنرهاست علم، قلف کشای همه درهاست علم. چو کس به علم کردی در عمل کش، که علمی به عمل زهر است بنوش. همیشه نیاکانمان تاکید کردند که علم آموزیم، دانش از بر کنیم، معرفت گیریم، چون که تنها معرفت است، دانش است که پیش راه جهالت را، خرافات را، بیگانه خویی انسان را میگیرد. در تاریخ مردم تاجیک، یعنی 14 اپریل همه سال در تاجیکستان همچون روزی علم تاجیک استقبال می شود. حالا در این خصوص صحبت داریم با محمد عبدالرحمن، نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دکتر علم‌های سیاسی، پروفسور. چرا ما همه سال 14 اپریل را همچون روز علم تاجیک استقبال میگیریم و مهمیت این سنه یا اینکه ماهیت این سنه در چه ظاهر می شود؟ میگویند که علمت به عمل چو دیار گردد، قدری تویده که هزار گردد. واقعا معنای اصلی علم دریافت حقیقت است. و هر آن چیزی که ما هر سال این صحنه تاریخی رو جشن میگیریم در جمهوری تاجیکستان، این نشانه ارزش‌گذاری به علم تاجیک است و امسال اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان 70 سال پر می شود و روزی تأسیس یابی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان از سال 1951 سر می شود و از این رو هر سال این صحنه تاریخی در تمام کشور ما به این صحنه تاریخی یادآوری می شود. در سر اون می رود که واقعا این پیشرفت انسان است، این پیشرفت تمدن است. علم یک چیزی ارزشمندی هست که همچون شمع چراغ برای روشنایی کردن و ملت و دولت ها همیشه سرفرازی می آورد. از این نقطه نظر علم تاجیک هم در برابر دیگر ملت و خلقیت هایی که در اینجا زندگی میکنند خیلی پیشرفته است و تاریخ خیلی کهن و طولانی هم دارد. هر سالی که ما در این شورابینی اشتراک میکنیم و جلسه های کلان تشکیل میکنیم، اکادمیکو اعضای اکادمی ملی علم‌ها رو دعوت میکنیم در شورابینی ها، تنها درباره دستاوردهای علم، در دستاوردهای زمان صاحب استقلالی صحبت میرانیم که ما در این زمانه و کدام دستاوردها نایل گردیدیم و در تربیه کادرها چگونه سهم گذاشتیم و علم تاجیک رو تا کجا برده رساندیم صحبت میکنیم. استقلال سیاسی ما، استقلال دولتی ما، استقلال ملی ما با استقلال علمی ما چه زمینه گذاشت؟ خب ببینید که مفهوم استقلال سیاسی نظر به دیگر مفهوم هایی که شما تکرار کردین مفهوم وسیع‌تر است و این مفهوم ها همه داخلی مفهوم استقلال سیاسی می شود. از جمله مفهوم استقلال علمی هم و داخلی مفهوم استقلال سیاسی داخل می شود و در زمان صاحب استقلالی البته ما با خیلی دستاوردهای بزرگی نایل گردیدیم که در 70 سال زمان شوروی به این نایل نگردیده بودیم. اصلا علم ملت نداره، برای همه، برای پیشرفت جامعه است، برای پیشرفت تمدن است. اما زمانی که کشورهای خوب، کشورهای رو به ترقی در ساحه علم مثلا زمینه گذاری میکنن و فعالناکتر هم به دیگر کشورهای ترقی کرده دنیا میرسد روزی که این کشورها هم در برابر دیگر کشورهای ترقی کرده جهان و سطح بسیار بلندی زندگی میرسند اگر از علم کنده نشوند. یعنی که علم این همون شمع چراغی است که پیش راه مردم رو همیشه گشوده میکنه. میخواستیم از دستاوردهای علمی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان چند معلومات بدهید. واقعا زمان صاحب استقلالی دروازه های علم رو برای عالمان تاجیک وسیع‌تر شد. یعنی صاحب استقلالی نه تنها با ما آزادی و استقلالیت داد، بلکه در رفتی ترقیات جامعه و بعضی چیزهای ما روبرو شدیم که واقعا این دستاوردهای علمی آنها را گشوده داده توانید. اکنون صحبتی که درباره دستاوردهای در زمان صاحب استقلالی میگیم چگونه هستند،
یعنی که در تمام ساحه و در تمام سمت‌های علمی که در اکادمیا موجود هستند پیشروی‌ها به نظر می‌رسند. خود در ساحه مثلا علم‌های دقیق باشد، خود در ساحه علم‌های طبیعی و ریاضی باشد، خود در ساحه علم‌های جامعه شناسی باشد، ما خیلی به دستاوردهای گوناگون روبرو کردیم و آوردیم هم. شما تصور کنید که در زمان صاحب استقلالی قریب که 70% کتاب‌های درسی که در مکتب‌های تحصیلات عالی و در مکتب‌های دانشگاه‌های عمومی درس داده میشن آنها با زبان دولتی برگردانده شدن. این اون دستاوردی است که بسیاری‌ها نمیدانند که گپ درباره چی می‌رود. یعنی وقتی که ما درباره مентالیته ملی صحبت می‌کنیم، همون مکتب تحصیلات همگانی مентالیته عمومی ملی رو معین می‌کند. همون درسی که مثلا اگر در ساحه الگبرا درباره معادله‌های یک نامعلومه دو نامعلومه صحبت کرده باشیم و خوانده باشیم که در زمان شوروی یک کتاب با نام مؤلفاش هم کچاتکوف و کچاتکوف بود، همین نفرایی که در همون زمان تحصیل کرده بودن امروز همش همون معادله‌های یک نامعلومه و دو نامعلومه را حل کرده میتوانند. یعنی در تمام جمهوری تاجیکستان همون پروگرامی که همون لایحه‌ای که در همون زمان درس داده میشد تفکر ملی رو تشکیل کرده توانست در همون زمان. اکنون امروز بعضی به دست آوردن استقلالیت و زمانی که ما اکثریت کتاب‌هایی که با دیگر زبان‌ها بودن برگردان کردیم با زبان نو تاجیکی پیشنهاد کردیم، شکل مضمون تعلیم و تربیت دیگر شد. یعنی ما مردمی که زادگان زمان استقلال هستند اینها علاقه مентالیته دیگر دارند، اینها فهمیشون دیگر است، درکشون دیگر است. برای همین در نزد ما بعضا مسئله های ایستاده است که وابستگی دارد به تعلیم تربیت نسل نو است که ما اینها را باید که در روحیه وطنخواهی و وطنپرستی، در روحیه خودشناسی و خود آگاهی ملی تربیت کرده توانیم. از زمینه اساسی همون کتابایی هستند که به زبان تاجیکی برگردان شده. همین از همه دستاورد بزرگترین زمان استقلال در ساحه علم همین است. و بعدا مثلا چگونه مونوگرافیا و کتاب‌های درسی و خصوصا کتاب‌هایی که به سمت تاریخ شناسی و سمت خاطره تاریخی وابستگی دارن اینها است. من در نزد ما یکی از کتاب‌هایی است که این دستاوردی بزرگترین اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان است، کتاب با نام اتنوگنز ملت تاجیک است. یعنی که پیدایش ملت تاجیک. این در دو قسم است. قسم اولش به مناسبت روز علم از چاپ برآمد، پیشنهاد شد. این بسیار یک دستاورد خوب علمی است و در برابر همین هم قریب که تمام پردمیت‌هایی که در مکتب‌های عالی درس داده می‌شوند آنها در فن‌های نو مثل سیاست شناسی، در فلسفه، در سوسیولوژی اینها هم به زبان تاجیکی برگردان شدند و مورد توجه دانشجویان پیشنهاد هستند. اینجا تاکید از آن شد که امروز باید نسل نورس را در روحیه وطندوستی تربیت کنیم. با کدام راه‌ها می‌توانیم نسل نورس را در همین روحیه وطندوستی تربیت کنیم که تربیت آنها، رفتار آنها، استرکتور شعوری آنها امروز با همین روندهای جامعه جهانی سازش کند و توانند که در این روندها از منفعت‌های ملی، از منفعت‌های دولت خود پشتیبانی کنند. واقعا امروز در علم‌های جامعه شناسی نقطه‌های نظری گوناگونی موجود است باید به تعلیم تربیت. و من فکر میکنم که هم تعلیم هم تربیت یکی رو پیش و یکم و یکی رو دوم گذاشتن ممکن است اینها برابر تاثیر میرسونند. یعنی هم تعلیم هم تربیت. و در برابر تعلیم و تربیت اویلا بسیار رولی کلان بازی میکنند که همه از اونجا سرمنشا میگیرد و به مکتب میروند، از مکتب به مکتب عالی دیگر. یعنی که می پروسسی یا که روند زندگی مردم، زندگی ما و شما همش وابستگی داره به تعلیم و تربیت. از سبب اونی که تا یک درجه‌ای که ما و شما تعلیم و تربیت گرفته هستیم باید کاری کنیم که نسل نورس یک تعلیم و تربیت درست‌تر به خود گرفته توانند. اکنون شما در اینجا یک مسئله خیلی جدی رو مورد بحث قرار دادید که اصلا نسل نورس نظر به نسل دیگر فرق میکنند. واقعا فرقیت هست. یعنی اینها از نسلی که ماها بودیم اینها پیشترن، اینها داناتر هستند.
یعنی که اینا با تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی سر و کار دارن. اینا خیلی بچهای تفکری تکنیکی دارن علاقه در صنفی درس با اسمو میرسونن علاقه تفکری تکنیکی دارن و اینا پیش رفتن. امروز در جامعه کسی که اطلاعات در دست اون است، این جامعه پیشرفته، جامعه اطلاعاتی. در روند تعلیم و تربیت بخدی همین تعلیمی تکنیکی ما باید که زیادتر مثلا توجه نماییم که علاقه عصر تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیون دیگر ما در عصر بسیار زندگی میکنیم. مردم در باره کیهان صحبت میکنن علاقه. در این مکتب ها تکنیک و تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی چنان ترقی کرده است که دیگر آدم در خانه نشسته است کارش به انجام میرساند، آدم در خانه نشسته است ربات با او همکاری میکند، خیلی کار پیش رفته است. از این نقطه نظر همین ما برای چی زیادتر تکیه همین کشورهای رو به ترقی زیادتر با مثلا رو میاریم به ایده ملی، با استقلالیت سیاسی و ما از همه چیزی مهمترینه که ما امروز با اون تکیه میکنیم، یعنی که باید که ایده ملی توجیه شود. این همون وطن خواهی و وطن پرستی است. ما اگر وطنمون رو دوست داشته نتوانیم و دیگر هیچ کاری دیگر قادر شده نمیتونیم. از نقطه نظر ژئوپلیتیکی ما در یک منطقه ژئواستراتژی جایگیر شده هستیم که چندین تمدن ها در گرد و اطراف ما است. برای همین ما باید که همون سیاستی درهای باز پیشنهاد شده جناب عالی که هست ما طرفدار و دستگیری همین سیاست رو داشته باشیم. در اینجا میخواستم از اقدام‌های پیشوای ملت محترم امام رحمان حرف زنیم که با امر بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان چند آزمون براه مانده شده است، راه اندازی گردیده است که آنها واقعا در فضای علمی فرهنگی تاجیک یک انقلاب تازه هستند. در اینجا میتوانیم از علم فروغ معرفت آزمون جمهوری، فروغ صبح دانایی کتاب است از آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعی شناسی دقیق و ریاضی در سالهای 2020 تا 2040 یادآوری شدیم که واقعا اینها یک نقش موثر می‌بازند. بله، اکنون امروز زمانی که ما درباره علم صحبت میکنیم، همین چند پیشنهادی که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان پیشنهاد شدن برای مردم اهل علم. اینها خودشون یک کشفیات هستند. بله. شما تصور کنید که فروغ صبح دانایی یک گردش بزرگ ایام بود که یک انقلاب پوره علمی رو در آسیای مرکزی به میان آورد. حالا مثلا همسایه‌های ما خاموش نیستن، اونها هم بعضی کارا میکنن، لیکن سخن درباره اون میرد که این پیش از همه پیشدستی پیشوای ملت ما هست، پیشدستی ملت تاجیک است و این تکان جدی در ساحه علم. شما تصور کنید که برای خواندن کتاب و مکتب بچگان یا به نفرانی که در این آزمون اشتراک میکنن مبلغ جدا کردن. در دنیا در کجای مبلغ جدا نمیکنن، هر کس باید کتاب خواند، جهانبینی خودش رو وسیع کند. اما در کشور ما رو به کتاب آوردن برای اون که ما اولادن مردم کتابدار بودیم، کتابخوان بودیم و امروز این تکان جدی در تمام گوشه و کنار تاجیکستان جای خود را دارد، مرتبه خود را دارد و مکتب بچگان علاقه یک حسی فعالناکیشون تا به جایی رسیده است که علاقه میگوین که من در یک روز یا که در چند روز چند کتاب خواندم بین خود صحبت خیلی جالب دارم. و بعد این مثلا دیوم آزمونی که بود تاجیکستان وطن عزیز من، این هم در خود یک شبیه وطن خواهی و وطن دوستی و وطن پرستی رو میگیرد که واقعا این چیز فراموش نشده هست. الله میگه که دوستداری وطن از ایمانداری است و ایمان این خودش باوری داشتن است. یعنی که وقتی که انسان کتاب میخواند در ضمیر او باوری پیدا میشود به وطنش، به کشورش، به ملتش، به خلقش، به آب دان کشورش یک چیزی عجیب پیدا میشود در زمین. مسئله دیگری که آزمون سیمی که جناب عالی پیشنهاد کردن و دستگیری خیلی عجیب هم یافتن، این سبب‌های خیلی عجیب داشت. یکم که خیلی همین فن‌های دقیق ریاضی و طبیعی فن‌هایی هستند که چنین قابلیت‌ها در تاجیکستان نظر به دیگر کشورهای آسیای مرکزی زیادتر هستند.
این بچون و چرا در اینجا یکون بحث نیست. نو واسه اونی که در صنف هایی که مثلا 5 نفر 6 نفر هستن، اما اینها رو زمانی جدا میکردن مکتب های مخصوصی که در تاجیکستان هستن، در یک صنف خانه تو 25 نفر بچگانی هستن که از همین فن های دقیق و ریاضی با خبر هستن و بعضا کشفیات ها هم دارن این بچه ها در مکتب هایی که در تاجیکستان هستن. این مسئله تا جای کاهش یافته بود. اکنون یک تکان جدی داده شد و این آزمون در پیش است. این البته در اکادمی ملی علم تاجیکستان یک بار یک آزمون گذرانده شد در بین کارمندان گذرانده شد و فکر میکنم که این نه تنها یک تکان جدی در ساحه علم و معرفت است، بلکه این بازگشت به اون دانش‌هایی که در پیش داشته بودیم بازگشت به همون است. این بازگشت به سیر تاریخی و بیدار نمودن خاطره تاریخی مردم است که تاجیک رو در کشورهای آسیای میانه همچون معلم میشنه، تربیتگر و معلم و مدرس هم همین میگفتی که تاجیک هستی، مثلا حتما یک کتابی متماتیک و فیزیک و یک چیز می آوردن که همین چی پرابلم هست، چی مسئله که امروز رو آوردن با علم های دقیق و طبیعی و ریاضی، این برای پیشرفت جامعه ما بسیار زمینه مهم گذاشته میتونه. در پس منظر از این اقدام ها امروز کدام نسل نورس یا اینکه چگونه نسل نورس را ما انتظاری داشته میتوانیم که همه این ارزش ها را حفظ کند، نگاه دارد و به نسل های بعدی خود انتقال دهد؟ من بسیار باوری به نسل آینده تاجیک دارم. روندی تعلیم و تربیت در کشور ما خیلی خوب است، یعنی که ما از فرزندان خود از نسل آینده خیلی باوری کلان داریم. همین نقطه نظری که انسان رو به یک راه درست میبرند همیشه دستگیری می‌یابند، هم از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، هم از جانب پرزیدنت معظم کشورمان، هم از جانب شهروندان تاجیکستان و خصوصا در سطح عائله، مکتب‌های عالی، اینها همه طرفه دستگیری می‌یابند و نسلی که امروز تربیت می‌یابد نسل هوشیارتر است و از نظر سیاسی هم این هوشیاری سیاسی و اونها نظر به نسل پیشتر خیلی بلند است. بلند با آن خاطر است که استقلالات سیاسی برای مردم ما یک آزادی سیاسی را داد که این آزادی بچون و چرا به ذهن تفکری نه تنها مکتب بچگان بلکه به تمام شهروندان تاجیکستان تاثیر خود را گذاشته است. وقتی که ما میبینیم که در یک سال صدها مکتب ها مثلا آراسته میشن، ساخته میشن، وقتی که ما ببینیم که شهر ما تماما با کلن سیمای خود رو دیگر کرده است، وقتی که ما میبینیم پایتخت تاجیکستان عزیز ما تماما دیگرگونه شده است، وقتی که ما میبینیم مناسبت مردم با راه، با آب، با سرچشمه ها و ذخیره ها تماما دیگر است، ما با باوری تون گفته میتونیم که نسل نورس این همان نسلی است که ما با او باوری داریم و آینده تاجیکستان رو با او سپرده میتونیم. برای صحبت پرمحتوا تشکر زیاد. بینندگان گرامی یادآور میشویم که صحبت داشتیم با محمد عبدالرحمن، نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان، دکتر علم های سیاسی، پروفسور، وابسته به 14 اپریل همچون روز علم تاجیک. سلامت باشید.